Hallo ihr Lieben, hier ist Lingua Legends und mein Name ist Ramtin. Hier werden wir zusammen Deutsch leicht zu lernen. خب ما میخوایم امروز راجع به یک مبحث خیلی مهم با هم صحبت کنیم. نگاتسیون. این که من چطوری میتونم یک جمله رو منفی کنم. چه موقع میتونم با نیشت جمله‌مو منفی کنم، چه موقع با کاین. و راجع به یک باور غلط هم میخوایم با هم صحبت کنیم. پیش از اینکه راجع به نیشت و کاین صحبت کنیم. و اون باور غلط این هستش که اکثرا فکر میکنن همه اسامی رو میشه با کاین منفی کرد و مابقی موارد رو من میتونم با نیشت منفی کنم، در صورتی که این باور کاملا اشتباه هستش. الان ما کنار هم دیگه یاد میگیریم که از نیشت و کاین چطور استفاده کنیم و یک بار برای همیشه این مشکل رو با هم دیگه حل میکنیم. خب الان ما با کاین شروع میکنیم. من از کاین چه موقع میتونم استفاده کنم؟ موقعی که میخوام یک اسم رو منفی کنم، اما تحت چه شرایطی؟ تحت شرایطی که اون اسم من آرتیکلش نامشخص باشه یا آرتیکل نداشته باشه. Wenn das Nomen einen unbestimmten Artikel oder Nullartikel hat. تحت این شرایط من میتونم با کاین اسم رو توی جمله منفی کنم. برای مثال Hast du ein Auto? Nein, ich habe kein Auto. همونطور که دیدید آرتیکل من توی جمله سوالی که مطرح شد نامشخص بود. Ein Auto. Unbestimmter Artikel. به همین دلیل من با کاین باید این جمله رو منفی کنم، نه با نیشت. یا Hast du Geld bei dir؟ همونطور که میبینید Geld که اسم ما توی این جمله هست، نومن هستش، آرتیکل نداره، نول آرتیکل هستش. پس اگه بخوام جواب بدم میگم Nein, ich habe kein Geld bei mir. از نیشت استفاده نمی کنم. خب من کجا میتونم از نیشت استفاده کنم؟ برای استفاده کردن از نیشت به جمله یا منفی کردن جمله به کمک نیشت من دستم خیلی بازه، ولی این باز بودن دست من به این معنی نیست که من هر جایی بخوام میتونمش استفاده کنم. باید درک کنم و متوجه این باشم که کجا دارم ازش استفاده میکنم تا بتونم منظورم رو به درستی منتقل کنم. خب من کجا میتونم از نیشت استفاده کنم؟ در واقع برای استفاده کردن از نیشت دست من خیلی باز هستش. من میتونم از نیشت هر جایی که توی جمله دلم بخواد استفادهش کنم، ولی باید بدونم که چرا توی اون در واقع بخش از جمله من از نیشت استفاده کردم، برای اینکه بتونم منظورم رو به درستی منتقل کنم. در غیر این صورت معنای درست رو نمیتونم به مخاطبم منتقل کنم وقتی از نیشت استفاده میکنم. نیشت میتونه هر جایی توی جمله قرار بگیره، ولی یک سری اصولی هم داره که این اصول باید رعایت بشه. برای مثال nicht, wo steht nicht? Nicht steht weit rechts im Satz. یعنی nicht میتونه ته جمله قرار بگیره. ته جمله یعنی برای مثال Ich sehe ihn heute nicht. Ich sehe ihn heute nicht. Nicht میره ته جمله. یا nicht steht vor dem zweiten Teil des Verbs. یعنی چی؟ یعنی nicht پیش از دومین بخش فعل توی جمله قرار میگیره که این توی حالتهای مختلف ورب متفاوت هستش. یعنی توی پرفکت، پاسیو با مودال ورب ها یا با ورب های تخموار این در واقع متفاوت هستش. حالا دونه دونه میایم اینا رو با هم بررسی می‌کنیم. برای مثال وقتی ما
جمله‌ای داشته باشیم که در واقع به صورت پرفکت صرف شده باشه، nicht قبل از اون وربی که به صورت پرفکت صرف کردیم. Ich habe meine Aufgaben nicht gemacht. Ich habe meine Aufgaben nicht gemacht. nicht قبل از پرفکت، فعل پرفکت قرار گرفته. یا جملات پسیو. Meine Aufgabe wurde nicht gemacht. wurde nicht gemacht. مجدداً پیش از دومین بخش فعل، پیش از فعل من machen که به صورت پرفکت توی جمله پاسیو صرف شده nicht قرار میگیره. یا توی مودال ورب ها هم به همین شکل هستش. مودال ورب ها مثل wollen, möchten, können که در واقع nicht steht für den zweiten Teil des Verbs. برای مثال ich könnte nicht lesen. Ich könnte nicht lesen. یا توی تخمبارها باید حواسمون باشه که nicht حتما پیش از پرفیکس قرار میگیره، ولی این فیکس نیستش. همونطوری که اول در واقع ویدیو هم گفتم nicht میتونه هر جایی قرار بگیره به شرطی که ما منظورمون رو درست برسونیم. ولی اصلش اینه که اصولیش اینه که nicht پیش از پرفیکس توی افعال تخمبار قرار بگیره. یعنی کجا؟ برای مثال ich stimme dir nicht zu. اینجا فعل من چیه؟ zustimmen. و nicht کجا قرار گرفته؟ قبل از zu پرفیکس ما که میره تای جمله. ich stimme dir zu nicht کجا قرار میگیره؟ پیش از zu، پیش از پرفیکس. nicht رو ما قرار میدیم. و کجاها دیگه nicht رو میتونیم قرار بدیم؟ پیش از در واقع صفات یا ادورب ها میتونیم nicht رو قرار بدیم. برای مثال ich esse nicht gesund یا das ist nicht interessant. قبل از صفت ما میتونیم nicht رو قرار بدیم. یا با ادورب ها هم به همین شکل هستش. برای مثال ich mache das nicht oft. قبل از oft که ادورب ما هست nicht قرار میگیره. خب تا اینجا اصول قرارگیری nicht رو تونستیم توی جمله تا حدودی بهش مسلط بشیم. اما همونطور که اول این ویدیو بهش اشاره شد، با nicht هم میشه اسامی رو منفی کرد و فقط با کاین نمیشه این کار کرد. ولی خب باید حواسمون باشه که برای منفی کردن اسامی با کاین حتما باید اسامی ما بدون آرتیکل یا آرتیکل نامشخص باشن تا بتونیم اون اسم رو با کاین منفی کنیم. ولی در صورتی که اسم ما آرتیکل مشخص داشته باشه یا از ضمایر ملکی برای اون اسم استفاده کنیم، در این صورت میتونیم با nicht هم اون جمله رو منفی کنیم. با چند تا مثال این رو با هم دیگه بررسی میکنیم. برای مثال من میتونم بگم das ist nicht das Auto. همونطور که میبینید آرتیکل آوتو مشخص هستش و من میتونم اینجا با nicht این اسم رو منفی کنم. یا برای مثال possessive article میتونم داشته باشم توی جمله das ist nicht mein Auto, das ist nicht unser Auto, das ist nicht ihr Auto. در صورتی که از ضمایر ملکی یا آرتیکل مشخص توی جمله استفاده کنم میتونم با nicht اون اسم رو منفی کنم. اما یک نکته مهم دیگه که میخوایم بهش اشاره کنیم و اما یک مبحث مهم دیگه که باید بهش توجه کنیم توی در واقع مبحث نگاتیون این هستش که
همونطور که گفته بودم ما میتونیم از نیشت هر جایی که دلمون میخواد استفاده کنیم، ولی باید بدونیم کجا، چطور و مفهومش رو درک کنیم، بعد بتونیم به درستی ازش استفاده کنیم. من از نیشت با کمک نیشت در واقع میتونم بخشی از جمله رو منفی کنم. برای مثال من یک جمله میگم و نیشت رو توی قسمت‌های مختلف اون جمله قرار میدم تا بتونیم در واقع بهتر درک کنیم. اینکه نیشت میتونه هر جایی توی جمله قرار بگیره به شرطی که ما مفهومش رو درک کنیم تا اینکه بتونیم منظورمون رو به درستی منتقل کنیم. خب همونطوری که گفتیم ما از نیشت میتونیم توی جاهای مختلفی توی جمله استفاده کنیم و دستمون خیلی باز هستش، ولی به شرطی که درک کنیم اینکه چرا ما نیشت رو توی اون حالا پوزیشنی که توی جمله هستش اومدیم استفاده کردیم. این که بتونیم این رو درک کنیم به این معنی هستش که میتونستیم منظورمون رو به درستی منتقل کنیم و مخاطب ما دچار اشتباه در فهم اون چیزی که ما گفتیم نمیشه، دچار سوء تفاهم نمیشه. خب من میتونم با کمک نیشت بخشی از جمله رو منفی کنم، اما چطور میتونم این کار رو انجام بدم؟ من میام یک جمله رو در واقع فقط از یک جمله استفاده میکنم و نیشت رو توی این جمله توی جاهای مختلف استفاده میکنم تا بتونیم کاربرد نیشت رو بهتر درک کنیم. برای مثال Nicht mein Bruder hat gestern das Wörterbuch gekauft, sondern meine Schwester. چرا نیشت رو آوردم اول جمله؟ مگه نیشت vor dem zweiten Teil des Verbs نباید قرار بگیره؟ مگه قبل از kaufen نباید قرار بگیره؟ چرا قبل از اول جمله قرار گرفته؟ Nicht mein Bruder hat gestern das Wörterbuch gekauft, sondern meine Schwester. به خاطر اینکه من با کمک نیشت میتونم فقط بخشی از جمله رو منفی کنم. من اینجا mein Bruder رو منفی کردم. برادر توی این جمله منفی شده. برادر من دیروز اون دیکشنری رو خریداری نکرد، بلکه خواهر من خریداری کرد. حالا توی یک جایگاه دیگه هم نیشت رو توی همین جمله بررسی میکنیم. Mein Bruder hat das Wörterbuch nicht gestern gekauft, sondern vorgestern. خب اینجا من چه چیزی رو با نیشت منفی کردم؟ قید زمان. دقیقاً قید زمان توی این جمله با کمک نیشت منفی شده. یعنی من دیروز اون دیکشنری رو برادر من خریداری نکرد، بلکه پریروز خریداری کرد، ماه قبل خریداری کرد، سال قبل خریداری کرد. یا میتونم بگم Mein Bruder hat gestern nicht das Wörterbuch gekauft, sondern einen Krimi. یعنی اینجا اومدم اون اسم من رو در واقع وörterbuch رو منفی کردم با کمک نیشت. برادر من دیروز دیکشنری خریداری نکرد، بلکه یک کتاب جنایی خریداری کرد. و اما یک حالت دیگه هم وجود داره که میتونم از نیشت استفاده کنم و همتون بلدید، اینه که nicht steht vor dem zweiten Teil des Verbs, wo mein Bruder hat gestern das Wörterbuch nicht gekauft, sondern ausgeliehen. یعنی برادر من دیروز دیکشنری رو خریداری نکرد، بلکه قرضش گرفت. اون کتاب رو قرض گرفت، حالا از بیبلیوتک یا دوستش یا هر جای دیگه. خب مبحث امروزمون هم به اتمام رسید. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. مراقب خودتون باشید. بیستان.